دومین شهری کلانترین تاجیکستان که مردمش در روا مشکل داشتند صاحب ده‌ها اتوبوس نو شد. 25 اتوبوس استحصال روسیه روز 1 آگوست به کوچه‌های شهر برآمدند. برای خریدن اتوبوس‌های نو بانک اروپایی بازسازی و رشد تقریباً 27 میلیون دلار داده است. روز 31 ایول 25 اتوبوس مسافربر استحصال روسیه را برای حرکت آماده کردند. رئیس شهر گفت باید 50 اتوبوس دیگر هم بیارند. بعد این پارتیا این 9 متر در روزش باز 12 مترش وارد می شود. آینده من باوری کامل دارم که هم تنبشمی از راه وای می شود، نومچی سبک می شود، هم خدمت رسانی. ساکنان خوجند که بیشتر با مسافربرهای خرد در مرکز مأموری ولایت سوخت حرکت می‌کردند شکایت داشتند که ساعت‌ها منتظر می‌شوند تا مسافربر خالی پیدا کنند. حالا خرسند شدند. خط سیری نو شده شد، اتوبوس‌ها می‌گردند داخل شهر با این حسن شهر زیبا می‌گرداند. شخص‌های هستند که امتیاز دارند، آنها هم بی پول سوار می‌شوند. ما باوری داریم که نرخ ارزان که رفت آمد میکنیم. قیمت راهگیرهای مسافربرهای جمعیتی ماهی گذشته تقریباً 40% بالا رفت و در اتوبوس‌های نو سیستم الکترونی پرداخت خواهد بود. اما در روز اولی حرکت اتوبوس‌های نو چنین حالت در بعضی خط سیرها دیده شد.